الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم در حدیث فرمودند: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. گفتند در سجده کردن میانه سجده کنید و نگذارد یکی از شما بازوهای خود را پهن نکند، در زمین نچسباند، مثل چسباندن سگ دستان و بازوهایش را در زمین. یعنی در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما طرز درست نماز خواندن را تعلیم می‌دهند. در دیگر حدیث فرمودند: صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز بگذارید همچنانه که من را دیدید که نماز می‌خوانم. الله برای همه ما نماز صحیح را خواندنش را توفیق عطا فرماید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.